درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 27. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی ها تصویر می کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می دهد. کتابی سیوم، بابی سیوم. در حقیقت اگر ما دشمن را ترسانده خودمان شجاعتر رفتار کنیم، این به فکرم اختراکاری کم نیست و وضعیتی به عمل آمده به فکرم برای ما بی خطر و برای دشمن خوفناکتر خواهد گردید. نهایت پدرم همیشه تصدیق می کند که تو هم عیناً همین طور حرف می زنی و باقی مانده دیگران راضی می شوند که تقدیر جنگ را نه قوه جسمانی جنگاوران بلکه قوه روحی آنها معین می کند. چنین گفت کوروش که اکثر باشد. در جواب او گفت بگذار بسری تو کوروش و باقی مانده پارس ها اندیشه نآید که گویا ضرورت خراجات مالی برای سرپرستی شمایان برای من گران افتاده باشد. با وجود این پیشنهاد درباره آنکه ما باید به کشور دشمنان حمله آوریم به نظرم از هر جهت عالی جناب می نماید. از بس که ما این قرار را یک دلانه قبول می کنیم، سپس گفت کوروش بیایید به تیاری شروع نماییم و اگر فالهای خدایان نیک باشند هرچه زودتر براه می براییم. پس از این به سربازان فرمان دادند که به معرکه حربی آماده شوند. کوروش باشد به خدایان اول به شاه زیوس و بعد به باقی مانده آنها قربانی کردن گرفت تا که آنها هم یاری وفادار، هم شریکان و هم مصلحتگری نیک باشند. وی با دعای و مناجات به قهرمانان، حامیان و محافظان سرزمین مات رو آورد. پس از آن که قربانی ها فاری نیک نشان دادند، تمامی لشکری او به نزد سرحد جمع آمدند و کوروش مرغان پیغام رسان را طلب کرده و سرزمین های دشمن حمله آورد و زودی از سرحد گذشته در حال به شرف خدایان میریزی نموده و خدایانی دیگر قربانی آورد و قهرمانان سرپرستانی آشور را نیز به وسیله قربانی تسکین بخشید. همه این کارها را انجام دادند.
او باز به زیوسی پدر قربانی آورد و یگان خدای دیگر را که به او یگان فال نیک ظاهر کرده بود به فراموشی نبود. همه این قربانی ها فال نیک آوردند و پس آنها با جنگاورانی پیاده نورد به مسافه نه آنقدر دورتر رفته خیرگاه زدند. سوارگان به هجوم شروع نمودند، غنیمتی بای و گوناگون را به دست می آوردند. من بعد هم آنها موقع اردوگاه را تغییر داده تمام ذخیره ضروری را به طور فراوان به دست می آوردند و در انتظار پیدا شدن دشمن مملکت رقیب را خراب می کردند. وقتی خبر رسید که دشمنان در مسافه کمتر از 10 روزی راهگردی قرار دارند، کوروش با سخنان زیرین به کیاکسر روی آورد. کیاکسر، وقتی آن رسیده است که به پیش حرکت کنیم تا که نه دشمنان ما و نه جنگاوران خودمان گمان نبرند که ما از ترس و هراس به پیشواز آنها نبرآمده ایم. برعکس باید به همه روشن باشد که شوق و رغبتمان برای همراه شوی به جنگ افزوده است. کیاکسر به این راضی شد. سپاه را در آمادگی نظامی صف آراسته در مدت 1 روز به مسافه خیلی کلان پیش رفتند. روزانه سربازان خوراک شام تیار می کردند و شبانه باشد در اردوگاه آتش نمی افروختند. آنها آن را در نزد اردوگاه می افروختند تا که آنهایی که تصادفاً به آنجا نزدیک می آمدند تحت نظارت قرار گیرند. اما خودی جنگاورانی که در اردوگاه قرار داشتند غیر قابل مشاهده باقی می ماند. اکثراً آتش را در قفای اردوگاه نیز برای گمراه کردن دشمن می افروختند. از این رو حادثه های جای داشتند که جاسوسان دشمن از چنین ترتیب افروختن آتش افروزی به اشتباه رفته گمان می کردند که آنها در قسمت پیش اردوگاه قرار دارند و با همین به دست پاسبان ها می افتیدند. هنگامی که 2 لشکر الکی به هم نزدیک آمدند، آشوریان و هم پیمانان آنها اردوگاه خود را با کندن خندقها مانند آن که امروزها شاهان بربر چنین کار انجام می‌دهند احاطه کردند. هر جا که اردوگاهی برپا می نمودند در حال آن را با خندق احاطه کرده در این کار قوه کارگران زیاد را به کار می بردند، زیرا آنها می دانند که شبانه اسبان سواری ترسان چکند و به کار انداختن آنها کاری دشوار است. آنها اسبهای خود را در نزد آخر لجامبند نگاه می داشتند و اگر کسی شبانه به آنها حمله کند بند پایهای اسبها را خلاص کرده جلو و زین می زدند و زیر پوش پوشیده به اسب سوار شده از اردوگاه بیرون می رفتند. همه این را شبانه اجرا کردن تماما ممکن نیست. از همین سبب هم آشوریان و هم باقی مانده بربرها اردوگاهشان را با استحکامها مستحکم می کنند. در برابر این آنها باوری دارند که موقعهای مستحکم شده برایشان امکان می دهند که در وقتی برایشان مناسب به جنگ وارد شوند. همین طور عمل نموده هر 2 لشکر به هم نزدیک آمدند. وقتی که مسافه بین آنها الکی به 1 پرسنگ برابر بود، آشوریان موافق اصولی در بالا ذکر شده خیرگاه زدند و گرچندی که آن را خندق احاطه می کرد اما به آسانی نمودار می گشت. کوروش برعکس اردوگاه خود را طور برجا نمود که آن در قفای دیه‌ها و تپه‌ها جایگیر شده
برای به چشم نمایان شدن دسترسی کمتر داشت. کوروش می‌دانست که در جنگ هر چیزی ناگهان سر زده و دشمن تأثیری دهشت‌آور می‌رساند. آن شب چون عنعنه هر دوی لشکر پاسبانگاه‌های نوبتدارشان را گذاشته به استراحت پرداختند. روز دیگر شاه آشوریان کرز و راهبران باقی مانده و سربازان خود امکانیت دادند که در اردوگاهی مستحکم شده استراحت کنند. برعکس کوروش و کیکسر جنگاوران خود را با ترتیب جنگی صف آراسته منتظر آن بودند که هنگامی به آنها نزدیک شوی دشمن به نبرد درآیند. چون معلوم گشت که در این روز دشمنان از استحکام‌هایشان بیرون نمی برآیند و خطری سرشوی جنگ جای ندارد که اکثر کوروش و دیگر فرماندهان را دعوت کرده گفت: دوستانم، جنگاوران ما الکی با ترتیب جنگ صف آراستند و باوری دارم که فوراً به سوی استحکام‌های دشمن باید حرکت کنیم تا که با این به جنگ آماده بودنمان را به اثبات رسانیم. حتی اگر دشمنان به پیشواز ما نبرایند، جنگاوران ما به برتری خود بر دشمن دلپورانه عقب نشینی می کنند. دشمن باشد به شجاعت جنگاوران ما باوری حاصل کرده، باز هم بیشتر ترس را در وجودش خواهد پرورید. چنین بود اندیشه کیکسر، اما کوروش به این اعتراض کرد: کیکسر، به نام خدایان بیایید از این حمله خودداری کنیم. اگر ما از اردوگاه بیرون برآییم با همین مقداری قوه هایمان را آشکار می کنیم، چنان که تو پیشنهاد می کنی و دشمنان امکانیتی پرره‌ای در بی خطری معاینه کردن ما را هنگامی به جانب استحکام های آنها حرکت نمودنمان پیدا نموده درک می کنند که به آنها هیچ چیز تهدید نمی کند و وقتی که ما یگان چیز به دست نآورده عقب می گردیم، آنها باز شماره سپاهمان را که از شماره لشکری آنها خیلی کم است حساب کرده می توانند. آنها به اعتنایانه به صفهایمان زده در آمده، روز دیگر بر ضد ما با اعتماد بیشتر بر قوهشان خواهند برآمد. حالا چون می دانند که ما الکی نزدیک شده ایم اما هنوز ما را ندیدند، به ما به اعتنایی نمی کنند، بلکه به فکر غوطه‌ور می شوند که این رفتارمان چی معنی دارد و می دانم که درباره ما به ایست حرف خواهند زد. اما هنگامی که آنها اردوگاهشان را ترک می کنند، در آن حالت ما باید خود را آشکار نموده و مقابل آنها شتابیم و به مبارزه تن به تن وارد گردیده دشمن را در جای اسیر گیریم که در آن کیها باز با او جنگ کردن می خواستیم. پس از آن که کوروش این سخنان را گفت، کیکسر و دیگران با او راضی شدند. بعد خوراک شام و گذاشتن دیدبانگاه های پاسبانی که در نزد آنها گلخنهای سیرشمار افروخته شده بودند، ایشان برای استراحت به جای خوابشان رفتند. صبح روز دیگر کوروش با گلچنبر در بالای سرش به قربانی به خدایان شروع کرد و به باقی مانده حماتیم ها فرمان داد که آنها نیز گلچنبرها در بالای سرشان گذاشته در قربانی حضور داشته باشند. پس از انجام این مراسم کوروش آنها را جمع آورده گفت: جنگاوران، چنان که فالبینان اعلان کرده اند، خودم نیز باوری دارم که خدایان به ما جنگ را پیشگویی کرده موافق فالها نجات و پیروزی را وعده می دهند.
من شرم داشتم برایتان خاطر رسان نمایم که در جنگ آینده چگونه باید رفتار کرد. شما این را خیلی خوب می دانید و در مورد نگرانی مخصوص شما قرار داشته آن را نه یک بار و دو بار شنیده اید تا که آن را شاید به دیگران نیز تعلیم دهید. اما به سخنان زیرین گوش دهید اگر آن به معنی سر خودتان نآمده باشد. با آنهایی که به نزدیکی هم پیمانهای ما شده اند و به اشخاصی که کوشش میکنیم که تا آنها در همه چیز به ما مانند باشند، به خاطر آنکه که اکثر به ما معاش میدهد، باید درباره شجاعت تذکر داد که ما پیوسته برای آن دائما مشقهای حربی بجا می آوریم و این چنین برای آن چیزی که ما آنها را خودمان دعوت کرده ایم که در کدام کارها اختیاراً به قول خودشان رقیبان ما می شوند. با آنها این چنین خاطر رسان کنید که این روز نشان می دهد که کدام شخص به چی شایستگی سزاوار خواهد گشت. اگر آدمان سن و سال کلان سال ترشان مجبوراً چیزی را یاد گیرند، هیچگاه تعجب آور نیست که بعضی آنها به خاطر رسان کردن نیاز دارند. اما به هر حال خوب است که اگر آنها حتی اگر به وسیله تأثیر رسانی های و القا هم باشد به مردان دلیر تبدیل یابند. چون این رفتار نموده شما همزمان خودتان را می سنجید. جنگاوری که در این گونه آزمایش توانسته است دیگران را نیز جسورتر نماید، طبیعتاً حق دارد که خود را بیشک شجاع بشمارد. کسی که کوشش دارد چنان رفتار نماید، چنانی که در بالا گفته شد که دیگران را فراموش کرده در عین زمان به مفتون خودش می شود، طبیعی است که تنها نیم شجاع حساب شده می تواند و بس. از این سبب خودم به آنها مراجعت نمی کنم، بلکه از شما خواهش می کنم که با آنها صحبت کنید تا که محض از شما عبرت گیرند، زیرا تنها شما در گروه های جنگیتان دائما با آنها رابطه دارید. بدانید که اگر خودتان مردانگی و شجاعت نشان دهید، با دیدن این کارها آنها و هم دیگران نیز که زیر تأثیر شما هستند نه در سخن بلکه در عمل دلیر خواهند گشت. شما گفتار 27 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.